پند و نصیحت. یه خیری آمده بود 15 تا داماد فقیر رو تقبل کرده بود که دامادشون بکنه، کمکشون بکنه که زن پند و بگیرن. نصیحت. یه جهنمی رو خاموش کرده یا نکرده؟ 30 تا جوان، 15 تا پسر، 15 تا دختر سب لب پرتگاه جهنم بود. آتش شهوت میخواست اونها رو بخوره، ببله. یه خیری دید که اینا دارن میسوزن. زن حلال 30 میلیون تومن پول میخواد. آمد گفت که من هزینه جشن عروسی هر 15 تا با کت و شلوارشون برای هر کدوم کلر و یخچال و فلان و فرش و فلانش هم تقبل میکنم. 30 تا جوان رو نجات داد، 15 تا دختر، 15 تا پسر. ببین پیامبر چی میگه درباره کسی که آتش شهوت رو خاموش بکنه و بوستان عفت رو برپا بکنه. یک جوان مؤمن رو داماد کردن یعنی یک درختی رو، نهاری رو کاشتن، یک بوستانی رو آباد کردن، یک باغی رو در یک جامعه برافراشته کردن، چمن و گل و گلزار ایجاد کردن. عفت نمیتونه تعبیری دیگر داشته باشه مگر اینکه یک بوستانه. وقتی جوانا به عفت برسن یعنی یک پارچه گل خواهند شد. پیامبر درباره ازدواج چی میگه؟ میگه هرچی آمار متأهلین ببره بالا و آمار مجردا بیاد پایین در جامعه اسلامی، آمار جرم و جنایت و گناه میاد پایین. اونهایی که ولگردن اکثرا مجردن، اونهایی که سوار موتورن دنبال ناموس مردم اکثرا متأهلین میرن بیشتر. آمار دزدا، آمار راهزنا، آمار اشرار، آمار معتادا، آمار فلان، آمار بیبندوبارا، آمار لاتا و هیپی ها و پوچا اکثرا مجردینن که نمیدونن این فراغو چطوری پر بکنن. میگه هرچی آمار متأهلین بره بالا، آمار جرم و جنایت میاد کم میشه. یک نفر میاد با پولی که خدا داده، پولم زیاده، میاد 15 نفر رو یک جا داماد میکنه. روز قیامت خداوند این 30 تا جوان رو به عنوان تشکر از این بندش خدا میذاره تو ترازوی حسناتش. بده اگر خدا پولت داده تو پرونده خودت 100 تا عالم بخرید. تو گزیر چند نفر میخواد بره دانشگاه؟ پول نداره. یک تاجر از خود گزیره ها بلند بشه، من هزینه هاشون رو پرداخت میکنم. چند تا داماد میخوان، الان سنشون به دامادی رسیده، تجاوز کرده، تو سوال ازشون کردی الان 25 سالت رو چرا زن نمیگیری؟ تا جوابت بده آقا سید چیزی نیست، با ماه 100,000 تومان که نمیشه داماد شو. خب نمیشه داماد شو یعنی چی؟ یعنی عفتش در خطره. آقا سید که امام جمعه است، شورای محترم، تجار خیرین باید به وحشت بیفتن. جوانی میخواد داماد بشه، پول نداره، عفتش در خطر افتاده، شرم و حیاش، ناموسش در خطر افتاده. ما به همین راحتی میگذریم. بعضی موقع شده که در حیات خانواده شما، در حیات خانه شما، معمولا تو روستاها حیات خانه خیلی وسیعه، دیوار بزرگیه، درخت کهور و کنار باشه. آیا پیش آمده که یه روز صبح از خانه میخواید در بشید، بالای درخت کهور گنجشکی لانه کرده باشه، تخم گذاشته، بچه های کوچک، جوجه های کوچک هنوز پر و بال در نیاوردن، سرخ سرخ. صبح میخوای بری بیرون سر کار، بندر لنگه یا هر جایی، از کنار درخت کهور تو حیاتتون رد میشی، یکی از این جوجه ها از بالا افتاده پایین، مادرش از این شاخه به این شاخه، از این شاخه به این شاخه رو دیوار، نمیتونه بلندش کنه. یک بچه گنجشک میاد کنارش میشینی، بلندش میکنی تو دست، دلت آب میشه، تو دستش میگیرید. حالا چطوری بریم پله بیاری که ببری بالا بذارید؟ اگر تو ندیدی پا گذاشتی با کفشت رو همین بچه‌ای که هنوز پر و بار در نیاورده، لهش کردی، بعد متوجه شدی که زیر پاد یه چیزی له شده، نگاه کردی یک جوجه گنجشک از بالا افتاده، زنده بود، تو پارش گذاشتی، تا آخر عمرت خواب نمیری به خاطر همین یک بچه گنجشک. شما را به خدا قسم، فرزند مسلمان
فرزند جامعه اسلامی ارزش یک گنجش نداره که دل تو رو آب میکنه؟ چطوری انسان این دل داشته باشه که ببینه بچه های مسلمان معتاد میشن، مشروب خوار میشن، بیدین میشن، بی تقوا میشن، منحرف میشن، بی حجاب میشن، به بی عفتی کشانده میشن، جنایتکار میشن، آب از آب تکون نخوره، رگش حرکت نکنه، خودشو مسئول ندونه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که اهتمام قائل نشه به امور مسلمین از مسلمانان نیست. پند و نصیحت. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی.